بینندگان عزیز شامتان بخیر باشد. تابستان فصلی که آفتاب دیرتر غروب میکند و شبها خاطرمانتر می شود. هر لحظه می تواند به یک خاطره زیبای تبدیل یابد. واقعا هم و مصرف باید قطع کرد که بیشتر در تابستان مردم به استراحت میرن و لیکن من فکر میکنم که در این شام آنها در نزد آینه نیلگون قرار دارن و برنامه شب آهنگ را تماشا میکنن و ما باوری داریم که این شام شما با تماشای برنامه شب آهنگ خوش و خاطرمان خواهد گذشت. و هر شامگاهی مخصوصا شام شنبه میمونهای گوناگون را ما دعوت میکنیم. بعض وقت ستاره‌های داخلی خودمون و بعض وقت ستاره‌های مهمونی که از خارجه و این شام نیز یکی از بهترین هنرمندان به استودیوی ما تشریف آوردن و فکر میکنم که درباره فعالیت آن کس درباره نوگونی‌هایشان البته جوابی پورا میگیریم. در ادامه برنامه استقبال گیرید شبنم تاج‌الدین. خوش آمدید به برنامه شب آهنگ. سلامت باشید، شما بخیر باشید. تشکر، چون همیشه زیبا هستید. امروز باز تاجیکانه زیبا. سلامت باشید. تشکر برای دعوت، برای برنامه زیبای شبکه تاجیکستان، برای تلویزیون تاجیکستان دعوت می‌نمایند این هنرمندان که امروز برنامه‌های خوب در این استودیوی زیبای شما ما مهمان هستیم. بسیار حلاوت میبریم. خب شبنم میگفتید که امروز شما با چی کار مشغول هستید در این فصل گرما؟ بند هستیم با ثبت کلیپ، با آماده نمودن سرودای نو. روزهای آخر ما یک چند نوار رو در صفحه‌های اجتماعی شما دیدیم. شما مشغول بودید به ثبت کلیپ. کدام سرود؟ یک سرود نو آماده نمودیم با نام میروی و برمیگردی. عین حال در آماده منتاژ این کلیپ هستند و خیلی از برزودی باوری دارم که دسترس مخلصان میگردد. و امروز نیز این سرود رو بهر تماشابینان تلویزیون تاجیکستان میسراید در این استودیو. البته. خوش چی میشود در آغاز برنامه همین سرود رو اول گوش میکنیم. بعدم پورا اینه که صحبت هایی که ما برای شما البته سوال هایی که آماده کردیم به شما پیشنهاد میکنیم. خب. آماده هستید؟ بله. پس صحنه در اختیار شما شبنم تاج‌الدین با ترانه مخصوص نو برای برنامه شب آهنگ. میروی و برمیگردی اینقدر دردی و دردی عاقبت در خلوتی خدا نبردی. میروم من از پای تو زهر جانم از مای تو در کدام شهر و کدام در میگردی. عاقبت شیدا شدی یاری کم پیدا شدی. عاقبت شیدا شدی یاری کم پیدا شدی. دل برای دیدنت اندک بویدنت در کجاست عطری تنت کی بر میگردی. دل برای دیدنت اندک بویدنت در کجاست عطری تنت کی بر میگردی. میروی و میبری فصل بهارم تو به نوروز میبری قلب فگارم. بگذشت فصل بهار و برنگشتی من همون لاله در انتظارم. بگذشت فصل بهار و برنگشتی من همان لاله در انتظارم. میروی و برمیگردی اینقدر دردی و دردی عاقبت در خلوتی خدا نبردی. میروم من از پای تو زهر جانم از مای تو در کدام
شهر و کدام در میگردی عاقبت شیدا شدی یار کم پیدا شدی عاقبت شیدا شدی یار کم پیدا شدی دل برای دیدنت اندک بویدنت در کجاست عطری تنت کی بر میگردی دل برای دیدنت اندک بویدنت در کجاست عطری تنت کی بر میگردی کی بر میگردی کی بر میگردی یک سرود دلنشین بود. من فکر میکنم که همین سرود مخصوص به عاشقان خیلی پسند آمد. شبنم، ما یک چی رو مشاهده کردیم که شما سرودهای عاشقی را، سرودهای لیریکی را اونقدر صمیمی میخوانید که زود راه مییابند به دل شنوندگان. آیا شبنم همیشه عاشق است؟ من همیشه عاشق هستم. همیشه عاشق هستم. عاشق وطن، عاشق فرزندان، عاشق ملت خود، عاشق سرودهای خود، عاشق دوستداری مردم هستم. و البته این سوال برای من اولین بار نیست. مدت 23 سال است که من در روی صحنه برآمد میکنم و با من بسیار این سوال ها رو میدین که برای چی سرودهای لیریکی رو اینقدر صمیمی و دلنشین و شیرین میخونی. من خود نیز بسیار سرودهای آرام رو دوست میدارم، سرودهای مضمونش خیلی هم بلند رو دوست میدارم و کوشش میکنم دست به سبک چیزهای سبک نزنم. سرودهای خرسندی و رقصی رو دوست میدارم، لیکن باز بسیارتر به من سرودهای لیریکی و آرام به من خیلی پسند است. خود شما در زندگی شخص آرام طبیعت هستید؟ فکر میکنم نه آرام هستم. 50-50. بله. و یک چیز رو میخواستم پرسان شوم که آیا همین صنعت مردم ایران برای هنر شما یگان تاثیر گذاشت؟ چون که بسیار وقت میبینیم که از سرایندگان مثل گوگوش یا که دیگر هنرمندان ترانه خوانی میکنه. البته مکتب گوگوش، مکتب موین، این یکی از بزرگترین مکتب ها است که برای من یک درس است. من بسیار چیز از آنها می آموزم. بسیار وقتی که آواز خام باشد یا که ناله میگویند در سرودها هست، من از گوگوش، از موین بسیار چیزها گوش کرده این چیز رو به خود میگیرم و این بسیار مکتب قین است، مکتب گوگوش و موین. و من بسیار از آهنگ‌های گوگوش خواندم، از آهنگ‌های موین سراییدم. چی میشود که از نمون سرود کماکک به طور زنده اجرا میکردد؟ در جان عاشق من شوق جدا شدن نیست و کردم نفس را میلی رها شدن نیست. من با تمام جانم پابسته اسیرم، باید که با تو باشم، در پای تو بمیرم. خیلی جالب. بهترین از قدم های نخستین در ساحه صنعت شما پیروی میکردید به این دو هنرمند محبوب و شناخته. ولی موین من و خورد گوگوش. بودم، بسیارتر مادرم گوش میکردم. مادرم گوش میکردم و ما با مادرم کمک میرساندم. هر کاری که در خانه بود میکردم. من هم زمزمه میکردم و تیز از خود میکردم، از یاد میکردم. مادر اول گوش کردن، هیچی نگفتن. یک روز، دو روز، خیلی هر روز با آواز بلند در خانه میسراییدم وقتی پدر نبودم. پدر نبودم. نه. بعد مادر میگفتن که تو از گوگوش موین چی میفهمی در این سن 2 سال مقصد؟ بله. تو صنف 5 هستی، 6 هستی مقصد. تو وازی باید رفته کتابی مکتبی خود رو از یاد کنی. بله. از گوگوش از یاد میکنی، از موین از یاد میکنی، معنای همین سرودهای میروی.
هرچند که معناشون هم نمیرفتم لیکن تیز از خود میکردم و همون ناله های گوگوش و موین و من همین چیز مکتب آنها رو بسیار دوست میداشتم تو حال دوست میدارم. آخرین سروده که از گوگوش از اجرایات گوگوش بازخوانی کردید این یک سرود دلنشینی برای من همین خوبه که با رویات میشینم و این سرود در اجرای شما نیز خیلی هم فوراً برآمد، خیلی هم دلنشین به شنوندگان نیز پسند آمد. میتونید این لحظه 4 مصرع از این سرود بهره تماشابینان زمزمه کنید. برای من همین خوبه که با رویات میشینم تو را از دور میبینم تو را از دور میبوسم. عشق تو در دل شده جامدان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چه کنون نمیشه نمیشه نمیشه. عشق تو در دل شده جامدان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چه کنون نمیشه نمیشه نمیشه. خمار دیدار تو را شکست این ترانه خیال تو نشسته در سکوت سردی خانه تمام روزگاری من شبیه یک فسانه که می شود خلاصه با نگاهی عاشقانه. عشق تو در دل شده جامدان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه نمیشه نمیشه. اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه نمیشه نمیشه. هوای به تو بودنم نهایتی زوال است و پیش تو به دل مرا هزار و یک سوال است. هوای به تو بودنم نهایتی زوال است و پیش تو به دل مرا هزار و یک سوال است. من از جگر سوزی عشقی تو بلد نبودم بگو اگر بدانی این چه روز و چه عشق تو در دل شده جامدان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه نمیشه نمیشه. عشق تو در دل شده جامدان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه نمیشه نمیشه. اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه نمیشه نمیشه. شبنم شما گفتید که وقتی در خانه سرودخوانی میکردید از سرودهای موین گوگوش مادر این لحظه ها رو میدید پدر باره شاهد شده بود؟ با این سرودها نه شاهد نشده بودند. یک روز با مکتب میرفتم نیز فیروزی میخواندم و لباسای مکتبی خود را پوشیدم و زمزمه میکردم از سرود مقدس نبی که با همراهی پدر خوانده بودند. دلدار به من گفت چرا غمگینی جان جانم لای 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 دلم کباب است. این رو خوانده لباسای خود را میپوشیدم که پدر از پشت در ایستاده گوش میکردم و من
خلاص کردم سرودخوانی تمام کردم و پدر در اومدن پدر دیدم من شاخ شدم در حیرت موندید و اون کس هیچ وقت نسبت فرزندان یگون دغلانه رفتار نمیکردند بسیار بسیار مهربان بودند بسیار و گپی همه وقت شیرینی آنها اوچه جان میگفتند شما را چه جا می‌فرمایید؟ بله اوچه جان بعد در آمدن بعد هم خیلی کرسی بود نشستن بعد گفت که اوچه جان اینجا شین گفتم که حافظه میشه ای بچم نه گفتم رقاصه میشم ولی اگه فکر کنم که رقاصه با از حافظه فرقیت دارد من هیچ نمیگن رقاصه میشی با گفت چی به رقاصه میشه میخوام که شما سرود خونه من رقص کنم بعد گفتن که بعد خندیدن گفتن که نه حافظه شو بچم نه رقاصه طبیب شو دکتر شو با لهجوی گپ زدم دکتر شو دکتر دل شو ولی من دل من درد میکنم گفتم بعد تو من طبابت میکنی هم خیلی بعد با مکتب رفتم تقریبا چند ساله بودید؟ صنف 5 یا 6 بودم خیلی خوب یعنی همونجا باری اول از هنر شما پدر واقف کردید بله و از مکتب ها هم با پدر و مادر آوازه ها می آمدن که امروز شبنم در مکتب سرود خواند امروز شبنم در مکتب رقص کرد امروز بود فلان جای مکتب آزمون های بسیار میشد وقتش در مکتب ها در اونجا برندگی کرد و برندگی میکردم رویگی میکردم یعنی از خودش از همه دست میزدم دست به همین کس میزدم لیکن نقشه داشتید در آینده سراینده شدن نه البته نبود و چگونه رخ داد که شما رو آوردید به ساحه صنعت با ساحه صنعت مخصوصا پروفسیونالی که در خون است به جان میبرد و سال 2003 بود من در خانه الکی شوهر داشتم فرزند خور داشتم یک تا پسر داشتم شبه فرهنگی ایسار به خانه آمدند که برای یادبودی پدر برنامه آمدن آمد و از فرزندان با هم فرزندانشان صحبت کنند خانه ها را نشان دهند ثبت تلویزیونی بود و آنها با ما صحبت کردند هرچند دو تا دادر دیگه هم خورد بودند و الکی میگریختم از این چیزا اما نمیگریختم من میشتم و سوال آنها را جواب دادم و اون وقت پرویز پولادی استادی من پرویز پولادی است که وقتی اون کس به خانه آمدن بعد گفتن که شبنم کنی همین شعر خوان میتونی خوانده از سرود پدر بودنده به خاطر هم نیست چی سرود من خواندم کارگردان خوب اکتیاری بهترین است روانشناس خوب است از من همین سرود از ذهن من کند گرفت کن من چه خیلی میخونم خیلی نگاه کرد و گفت که بیا گفت پگه من چه استودیا میبرم یک تا آهنگ پدر میکنم تا همین برنامه پدر در همین سرود خوان نه گفتم نه من نمیماند مادرم امروی مادرت گپ میزنم اما تیار بودم الکی یک کس باشد که همین گرفته و من مقتل اشاره میگن هم پرویز پولادی ارانژировка میکردن هم سرود میکردن با استودیا و برده من اون کس میدر آوردن و آوازم رو ثبت کردن و یک سرود خوبی برای من برای پدر آمدن که گریه من گریه بیهوده نیست همین یک سرود پدر بوده بعد ثبت کردیم این اولین تجربه شما بود یعنی که در راه پروفسیونال یعنی که سال 2003 بله این همه چگونه حسیات شما رو فرا گرفت وقتی که به استودیوی آواز در آمده شاگردی پدر هستند پرویز پولادی هم دوست خانواده هم استادی من شدند هر جایی که میرفتن دستی مرا قبل استودیا ارانژировка پیش شاعر پیش نویسنده همه جا با هم من فقط میسادم اونها از تن من کار میکردن خیلی خوب و باز استاد باز سرودهای نو ایجاد کردند پیشنهاد کردند دوم سرود سوم سرود тамошобинони азиз ин лаҳза як суруди дилнишин дар иҷрои ҳунарманди маҳбубу шинохта шабнами тоҷиддин пешкаши шумо мегардад ایار بزیبک شده خواب و خیالم عاشق شده باشم چی
نمیدان تو حالم من زیر لبم نام تو پرسیدم و اما خندیده گذشتی و نفهمیدی سوالم من زیر لبم نام تو پرسیدم و اما خندیده گذشتی و نفهمیدی سوالم دلدار نباشی چی کنم یار نباشی از حال دلم جان خبردار نباشی پروام نداری تو بگونام نداری یا مثل خودم وای تو آرام نداری پروام نداری تو بگونام نداری یا مثل خودم وای تو آرام نداری لبخند تو بر قهر دلم میزیبا تشریف تو بر شهر دلم میزیبا لبخند تو بر قهر دلم میزیبا تشریف تو بر شهر دلم میزیبا در بین همه دلبر و دل داده و دل داد تنها دل تو بهر دلم میزیبا در بین همه دلبر و دل داده و دل داد تنها دل تو بهر دلم میزیبا دلدار نباشی چی کنم یار نباشی از حال دلم جان خبردار نباشی پروام نداری تو بگونام نداری یا مثل خودم وای تو آرام نداری پروام نداری تو بگونام نداری یا مثل خودم وای تو آرام نداری ای یار بزیبک شده خواب و خیالم عاشق شده باشم چی نمیدان تو حالم من زیر لبم نام تو پرسیدم و اما خندیده گذشتی و نفهمیدی سوالم من زیر لبم نام تو پرسیدم و اما خندیده گذشتی و نفهمیدی سوالم دلدار نباشی چی کنم یار نباشی از حال دلم جان خبردار نباشی پروام نداری تو بگونام نداری یا مثل خودم وای تو آرام نداری پروام نداری تو بگونام نداری یا مثل خودم وای تو آرام نداری بینندگان عزیز بار دیگر به همه شما شام بخیر میگوییم. ادامه میشیم که برنامه شب آهنگ است. این در این لحظه پیشاند شما از تلویزیون تاجیکستان و مهمون ما هستند شبنم تاجدین. بار دیگر شامتان بخیر باشد. از دورتان خیلی هم شاد هستیم و هر دم و هر لحظه سرودهایی که رقصی تر میشن، سرودهای خیلی هم خوب اصلا میگیم برای پیشاند این سرودها با عنوان برنامه شب آهنگ. شبنم شما چون ادامه دهنده کسب پدر هستیم، فرزند چنین یک هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان تاجدین محیدینوف هستند، آیا شما احساس میکنید که فرزند چنین هنرمند بودن یک مسئولیت خود را دارد؟ این مسئولیت رو شما احساس میکنید همیشه در فعالیت ایجادیتان؟ من پیش از به صحنه پا گذاشتن و اینقدر مسئولیت زیاد را بر دوش خود گرفتم، من فکر میکنم که پیش از همه من باید نام پدری خود را هیچ وقت در سطح پس نمانم. همیشه نام پدر را در جای اول میگذارم. نام تاجدین محیدین استاد من است، پدری من است و من فکر میکنم که پیش از همه نام شبنم تاجدین این نام تاجدین است، بعد شبنم است و همیشه من پیش از برآمدها، پیش از در کجایی که در کدام محفل های نباشم، کدام چهار بینی ثبت کجایی باشد، من پیش از همه نام پدر خود را میگذارم، چون که فایز زیادی نام من از نام پدر است. باید قید کرد که امروز شما با فعالیتتان با سرودهایتان توانستید که نام اون کس رو همیشه بلند بردارید. کوشش میکنم. ما باید قید کرد که شبنم یکی از دختران دوست داشته تاجدین محیدینوف بودن. همینطوره؟ بسیار جنگ که شما را که دویمونه که اهمیت میدادن. من خوردی فرزند خوردیشان بودم. از دخترها کنسرت ها برپا میشد و
سوپان سعید در اونجا کنسرت داشتم و با گریه میکردم مرا با کنسرت سوپان سعید برای با پدر گرفتنم خیلی در دستشون یک گل خریدن در دستم بودم و رفتم از پشت پرده ای سوپان اینجا بیا همین من توی نغز میبینم یکی دخترم بسیارتر داشته همین گل گیر همجا تیس سه چهار تا زنده خان من وقت ندارم با گرفته میرم اونجا پیانین بود رایل کلون بود کنسرت آغاز نشده بود. بله نه حالی آغاز نبود بعد مخصوص برای شما در پشت صحنه کنسرت کردم. بله شادرمان سوپان سعید سه چهار سرود خواندن و من گل رو دادم از اونجا بسیار اما خیلی با یک احساسات زیبایی خرسندی به خانه برگشتم این خاطره های نیک با همراهی پدر به من مانده است. خیلی خوب. سرودی هست با نام یک خنده کنه گل. بله خیلی یک ترانه بود که یعنی که تا حال زنده است او را همگی قریب بازخوانی میکنند و در شام دوستی مثلا در جمهوری ازبکستان است بله. از جانب هنرمند دختر از ازبکستان و بله. یک پسر دیگر از تاجیکستان بله. این سرود را یعنی که خواندند. بله خیلی هم در سطح خوب بله. یکی صدای شیرین اما دختر شما با این گونه یعنی که کاورهای یعنی که چی میگن از سرودهای پدر خود چگونه باگذاری میکنید؟ من مقابل نیستم من بسیار یعنی که خرسند میشود از این البته چیز. خرسند میشوم که باشد که خوانند سرودهای پدر در سطح بلند همیشه معلوم است که سرود کی است از چی میخوانی مثل که من از گوگوش خواندم یا از موین من لکه میگویم که از کی است افرانی که کاور یعنی که میخوانند دائما در نمون زیر نوار باشد یا اینکه یگان چیز درج میکنند که یعنی که مؤلفی اساسی همین سرود کیه. بله. که این چیزی خیلی هم خوب است. بینندگان عزیز شاید آغاز برنامه را از دست دادید یا اینکه تماشا نکردید پس امکانیتش هست شما میتوانید برنامه را با طور پوره در سامانه یوتیوب شباهنگ و تلویزیون تاجیکستان البته تماشا کرده باشد و در صفحه اینستاگرام باشد صحنه‌های پس کادری مخصوصا برای مخلصان برنامه شباهنگ آماده شده است در آید تماشا کنید. تماشاچیان عزیز یادآور میشویم که مهمان برنامه امروزه ما هستند هنرمند محبوب شبنم تاج‌الدین. شبنم طول چند سال میشود شما روی صحنه هستید؟ از سال 2023 تا حال تا 2026 23 سال سپری شد. بله 23 سال شما روی صحنه هستید. اولین انسامبلی که شما با اون شامل شدید کدام بود؟ اولین هنرهای خود را ایجادیات خود را از انسامبل سپری نزد وزارت کارهای داخلی شروع نمودم 31 سال در آنجا شروع کردیم به کار فعالیت انسامبل سپر با هنرمندان اصیل با نوازندگان اصیل در آنجا گوییم که کلان شدم و در آنجا تمام سیقل و اصول خود را نسبت به هنر خود من در آنجا یافتم و یک فخر است افتخار است و در یک صحبت شما من گوش کردم حتی شما گفتید که اون وقت یعنی که وقتی که اول مراتبه یعنی که قدم نهادید به همین انسامبل اون وقت شما دانشجو نیز بودید در کجای تحصیل میکردید؟ دانشکده به نام میرزا ترسون زاده یعنی که و کورس اول بودم دویما یعنی که از درس رفته با اونجا هم تمرین میکردن میگن بله. که آغاز شد کار یک سال روزانه تحصیل کردم دانشگاه را دانشکده به نام میرزا ترسون زاده را بعد 4 سال ماندگیش را غایبانه کردیم از حسابی که کار میکردم وقت نمیشد و شبنم در یک صحبت دیگر شما من قید کردم که شما میگوید کسی که از عهده سرودخوانی نمیبراید بهتر است که دست نزند زیرا این کسب بسیار نازک است. تا امروز که در همین اندیشه هستید؟ من همیشه در این اندیشه هستم و همیشه بسیار التماس میکنم خواهش میکنم خواهم که دست به چیزای سبک نزنم. سرود برآوردید با نام وطن خیلی هم با یک حسیاتی بلند یعنی که این سرود رو شما اجرا کردید میدونید هر باره که در صفحه اجتماعی این سرود چرخ میزند یعنی که با گوش کردن یعنی اگر نفری که دور از وطن باشد یادی وطن میکند در آن سرود همه چیزهای نازکی و همین زیبایی وطن تاجیکستان ما رو البته شما یعنی که وصف کردید. بیاید اطراف همین سرود یعنی که همراه شما صحبت میکنیم تا جایی که ما میدونیم همکاری کردید همراه دوران رحمتزاد وابسته به همین سرود. بله این آهنگ از دوران رحمتزاد است به من پیشنهاد کردند من گفتم برادر عزیز با من یک آهنگ وطن ایجاد کنید و همین رو روان کردند همین یک بار که خواندم تیز در دل من خیلی جای شد هم سخنهای عادی است هم
تاثیر بخش است. من فکر میکنم که این شام نیز شما امکانیت دارد که در همین صحنه برنامه شب آهنگ این سرود را اجرا کرده باشید. بوی نان آچگی یاد شادی بچگی سر حساب زندگی وطن وطن فقط وطن. بوی نانی آچگی یاد شادی بچگی سر حساب زندگی وطن وطن فقط وطن. کشوری آب زلو سرزمینی به زوال یک جواب صد سوال وطن وطن فقط وطن. هر نفس با افتخار مثل گل می بویم رنگ و بار زندگی رنگ های پرچم هر نفس با افتخار مثل گل رنگ و بار زندگی رنگ های پرچم بوی نان آچگی یاد شادی بچگی سر حساب زندگی وطن وطن فقط وطن. شکر آبادی تو میکنم روز و شبا ای وطن ای جان من زنده باش و جاودان. شکر آبادی تو میکنم روز و شبا ای وطن ای جان من زنده باش و جاودان. بوی نان آچگی یاد شادی بچگی سر حساب زندگی وطن وطن فقط وطن 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 فقط وطن. тамошобинони азиз мо суҳбатро идома медиҳем. و نرگس این دم و این لحظه میخواستم یک بخش جالبی رو برای شبنم مهمون امشبای برنامه ما البته پیشنهاد کرده باشه. من وقتای اخیر بسیار اهمیت میدهم شبنم اینه که از همین ذهن صنعی وسیع استفاده میبرد که این کاری خیلی هم خوب است
نه هر کس از عهده درست استفاده بردن این یعنی که ثمرناک استفاده میبرد، اما شما خیلی هم خوب استفاده میبرید. فکر میکنم که زمانی همین موثر است. موثر است. من فکر میکنم هر چیزی که به مردم پسند است قبول میکنن جوانان حاضر از این چیزم با دست زنیم به این چیزم. و من یک کلیپ آماده نمودم و یک سرودم آماده نمودم که این شام برای شما میسرایم. یعنی موسیقیش رو آواز البته آواز خودتون آواز است. خودم و موسیقی سونی است. یعنی شبنم کوشش میکند که هم قدم زمانی تکنیک و تکنولوژی باشند. کوشش میکنم. کوشش میکنم. شبنم بیاید این حالی یک کار میکنیم، تلفن موبیلی رو میگیریم، یک عکس شما رو گرفته در برنامه نمین چی میگویند هوش مصنوعی البته میگذاریم و وابسته به نام چهره شما میبینیم که کدام پروفسور کدام کسب رو باز برای شما که نمونه میدونند. آماده است؟ از روی چهره شما میبینیم، معاین خوش میکنیم. یک لحظه. اکنون توجه میکنیم با اکران، با مانیتور. اوه شبنم این در خانه چگونه کدبانو است؟ تمام خوراک‌ها را پخته میتوانم و بسیار وقت در خانه با مشغول میشم با کدبانوگی برای فرزندان. برای فرزندان. بله آشپز ماهر یعنی کی هست؟ بله و من بسیار پسند آمد. تشکر زیاد. اینم پسند آمد. شبنم پیلوت ها؟ رتبه معیاری دارم. معلمه. 100% درست. وقتی خوب بودم 2 تا درک دارم. من در مکتب خوب میخوندم، با بابای خوب میخوندم، آنها کم فریب میکردن. یک تنبلی میکردن. معلمان منم میقبضن 2 درس تیار نکرد 2 درس. بعد میومدم خانه با انمی تخته میشنوندم حرفشون، جنگ کرده گریه من گریه میکردم حتی که درس تیار کنه. آنها از پشت من مسخره بازی میکردن. انمی خیلی معلمه میشدم. یعنی هنری آموزگاری نیست دارد؟ دوزندگی نه ندارم. دوزندگی اونقدر، لیکن دست قطعی میدوزم. دیکتوری برنامه های خبر. از شبکه اول احترام نخواهش میکنم. من رو یک بار سنجید. چی فکر دارد؟ از عهده‌اش میبرد؟ البته دوست میدارم. دوست می‌داره رو بگیرم. رو بگیره دوست میدارم. خیلی هم زیبید است. زیبید است. تشکر. خوش سپاس میگم به هوش مصنوعی که وابسته به چهره شما همین کسبا رو برای شما انتخاب کردن. و حتی خطا نکرده است. بتوانم از همین کسب‌ها یکی رو انتخاب نمایم. ولی کسب دوم همچون برای خود. کسب دوم من میخوام که روی برنامه‌های تلویزیونی شبکه اول یا سفینه. اما در موسم دیگر در جای نرگس شما رو میگیریم. چی گفتید؟ نه من جای کس رو گرفتن نیستم. با من جای خوب ترد یعنی. خوش شبنم، وقتی که عکس پیلوت رو برای شما نشون دادیم شما گفتید که رتبه مایوری دارید. بله. کی گرفتید این رتبه رو؟ 2 سال پیش. 2 سال پیش. بله. شما کی میتونید که در رئیس چی میگن همین وظیفه فعالیت کرده باشید؟ نه. نه. باید خوانده باشید. بله. خیلی خوب. شما رو تبریک میگویم. من دیپلم عالی دارم. من میتوانم کار کنم. اگر وقتی که با تو میدهن علاقه تو ارزنده همون رتبه باشه که برای تو تیان. نو بسته از اون که من 20 چند سال در آنجا کار کردم و میدونم علاقه کاری میلیته چگونه دشوار است، زحمت های زیاد میکشد، لیکن با کسب من درست نمیگیرد. من کمتر کاری من سمت فرهنگ و صنعت. بله. تشکر میگویم به شما شبنم برای صحبت پرمحتوا، برای اینکه آمده به برنامه ما با سرودهای دلنشینتان، با حضورتان، با صحبتتان این برنامه رو رنگین و زیبا کرده. سلامت باشید. تشکر. صحبت خیلی صمیمی گذشت. یعنی که وقت چگونه گذشت ما تماما یعنی که حس نکردیم. در انجام برنامه چی گفتن یا داره برای مخلصان خود، برای شنوندگان خود؟ همیشه برای وطن، برای ملت، برای مردم عزیزم تینجی هم مثل همیشه اگه حاضر هست. آسایشتگی، زیبایی وطن دوشنبه شهر ما. همیشه کوشش کنیم که ما هنرمندان نامبرداری وطن و ملت خیش باشیم. زیبایی در این وطن پایانداز باشد. سپاس میگویم برای شما. شبنم از 1 تا 10 چند برگزاری میکنید برنامه شب آهنگ رو؟ عالی. 10. تشکر. ما تمنا میکنیم که شما همیشه همگونه زیبا، خوش صدا باشید، محبوبی همگان باشید. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، در همینجا برنامه امروزه شب آهنگ با اشتراک بانوی هنر شبنم تاج‌الدین به انجام میرسد. فکر میکنیم که با تماشای این برنامه این شام شما باز هم زیبا و خاطرمان سپری گردید. یادآور میشویم که با شما بودیم طول این لحظه ها. من مصرف امانشاه و همکارم نرگس عبدالرحمن و مهمون امشب برنامه ما بودن شبنم تاج‌الدین.
و میخوریم در هفته نو با همه شما برای کامیابی تمنا داریم. جلوه در بام مکن، جلوه در بام مکن، تو خود خام مکن. جلوه در بام مکن، تو خود خام مکن. مکی شیدای تویم تو مرا بدنام مکن، ای دلارام مکن. مکی شیدای تویم تو مرا بدنام مکن، ای دلارام مکن. صبح که منزلم پیش تو باشد، نگاهم بر قد و روی تو باشد. همانا وقتی که از خانه برای زیارتگاهی من روی تو باشد. جلوه در بام مکن، جلوه در بام مکن، تو خود خام مکن. جلوه در بام مکن، تو خود خام مکن. دلم از دوریت پرداغ گشته است، برای دیدنت مشتاق گشته است. که هرچند میکنم صبر و قناعت، کتاب صبر من را گشته است. جلوه در بام مکن، جلوه در بام مکن، تو خود خام مکن. جلوه در بام مکن، تو خود خام مکن. مکی شیدای تو هست و مرا بدنام مکن، ای دلارام مکن. مکی شیدای تو هست و مرا بدنام مکن، ای دلارام مکن.